به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام من، خصوصا اون شخصانی که در سامانه‌های یوتیوب با نوارگذاری و با کارهای غلط الحال آبرو میگیرند. یک چند روز پیش در سامانه یوتیوب یک چند نوارهایی دیدیم که مثلا یک چند نفر انسانها یک دو نفر جوانها را در بالای زنا قپیده و بعدا آنها را در سامانه‌های اینترنتی پهن میکنند. در اون حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن اگر عیب یک برادر دیدی اون در جای تنهایی بر و با اون نصیحت کن. و این کاری که میکنین و این رکلام و این آبرو ریزانی که میکنین از این برای شما هیچ عمل خیر نیست. کدام پدر و مادری خودتان دیدین که یک عیب دوستی خودش یگان اون زنا باشد یا کسی چی دیگر باشد در اینترنت گذاشته و آبروی او را میریزاند؟ بر ضمن این اون انسان هایی که شما نوار گرفتن و در سامانه‌های اینترنتی ماندین، اون هم برادر، اون هم مادر، اون هم خواهر، اون هم پدر دارد. شما با جای اونها را نوار گرفته در سامانه‌های اینترنتی ماندن، برای این سرزنش کنین، برای این نصیحت کنین فقط در تنهایی. امروز خودتان شیر میدان گرفته و در سامانه‌های اینترنتی اونها را هم نوار میگیرین هم داشتن‌های قبیح میتین، فلان آچه این آچه یا دیگر و دیگر. در اون حالی که مادر بیچاره اون فرزند بی عقل در خانه دایی اون فرزند دارد که از کار خطا نگه دارد. به خاطر پرسماتر گرفتن، به خاطر اون تماشابینان را بسیار جمع کردن، هر خیل نوارهای فحشناک و شهوتناک مانده و چلیک در این رسمه ها میبینیم. یک انسانی که زنا کرد 71 نفر رکلام کرده و حتی رسمهای حاجی مرزا گرفته به این نوارها راست کننده و در آن حالی که این موعظه ها تمام دیگر آخر همان عقلی که دارین کم در کار فرمایین. اون هم یک بنده خلاقی گناه کرد. فقط شما عیب برادرتون، خطای برادرتون با نصیحت آبروی او را ریزانده، پدر و مادر اون بیماری سکته دل و بغیره و ها کذا کرده، از این چی فایده میبینیم؟ همون انسان بی عقل هم همون نفری که شما در بالای زنا خپیرین، خواه زن باشد خواه مرد، فرزند یک پدر و مادر. ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد جوابم دهی، پس فرق بین من و تو چیست بگو؟ میگه شاید وقتی اون انسان یک کاری خطا کرد شما کاری کنین که اون از این راه خطا برگردد. وقتی شما آبروی اون ریزاندن و بین مردم دیگه مشهور کردن، دیگه از این کار هیچ وقت بر نمیگردد. کمی باشد هم عقل خودتان کار فرمایید. شب سلطان محمود خوابش نمیبرد. اون یکی از کارگران دربار خدا را فریاد میکنند، میگن بیا که لباسای عادی پوشیده به شهر سیرگشت کنیم که مردم چی فکر دارند. هر دو بیرون میبرایند و در مابین بازار یک مرد را میبینند که خواب است و یکی در همونجا مردگی است و هیچ کس به نظرش نمیآید، یعنی که مرده او را نه میبرند و یک خبر نمیگیرند. سلطان میگه این مردم برای چی نظر نمیکنین، برای چی به این یک کمک نمیرسانین؟ اهلی مردم میگه ای برادر، این مرد یک زناکار و شراب نوش بود و در همین حال حرام مرد. سلطان محمود رحمش میگه و مرده اون مرد را سراغش را یافته به نزدیک همسرش میبرد. همسرش میگه قسم به الله که تو ولی الله بودی. سلطان حیران میشد، ای زن برای چی این تر میگوید در آن حالی که مردم گفتن این زناکار شرابنوش بود؟ زن میگه بله، شوهر من هر روز به مغازه اون نوشاک های سپیرتناکی در آمده یک چند اون نوشاک ها را میخرید و
آورده بر حاجت خانه خانم میریخت و میگفت الحمدلله که امروز یک چند نفر از دست من از این نوشاکی حرام خلاص یافت. و هر بار من از یک خانه فاحشه‌ناک رفته با اون زن سو میداد و میگفت که امروز به خانه خود هیچ کس را راه ندید تا صبح. و به خانه میاد گفت الحمدلله که امروز یک کس از کار حرام رها یافت. زن میگه این مرد این کاری تو را مردم دیگر فکر کرده تو را زناکار و شرابچ میگویند و از تو حذر میکنند و تو را کفن نمیکنند. این مرد میگه ای همسر، روزی میآید که مرا سلطان و عالمان همین مکان کفن میکنند و شستشو کرده به خاک میسپارند. شاه گریه میکند میگه ای زن، قسم با خدا که منم آن سلطان محمود. روز دیگر شاه همراه های یک چند نفر عالمان زمانه و کارگران دولت آمده این مرد را کفن کرده به خاک میسپارند. شما یک کاری کنین که برای مردم، برای همون زناکارا یک عبرت باشین. امروز گرفتن هر یک اونها را ثبت کرده و در اینترنت ریکلام کرده و بودرونگی یک چند نفر ها شیرینر. این شیرینر نیست، این یک بیعقلی. خودتانه عمر خودتانه بیهوده صرف نکنید. الله نگهبان شما.